نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آیات قبلی الله تبارک و تعالی دلایل یا استدلالات مسلمانان را در مقابل اهل کتاب ذکر کرده بود. نصارا را دلایل خیلی تفصیلی در مورد از اینکه عیسی علیه السلام بنده الله و رسول الله است و ابن الله یا عین الله یا سیوم الله شدن نمیتونه. حالات تفصیلی عیسی علیه السلام و حتی از مادرش قرآن کریم ذکر کرد که کلش دلیل بالای ازی بود که عیسی علیه السلام اله شدن نمیتونه. بعد از اینکه وا دلایل نپذیرفتن، الله تبارک و تعالی پیغمبر خدا امر کرد که دعوت به سوی مباهله بده. مباهله ای بود که هر دو جماعت یک جای شود، هر کس که در راه باطل باشد بددعا بکنه کلگی دستجمی که هر طایفه‌ای که به باطل است از بین بره. پیغمبر علیه السلام در این گپ آماده است، اما بالمقابل وفد نجران یا مردمانی که با امرای پیغمبر علیه السلام مناظره داره به این موقع حاضر نشدن. این دلیل حقانیت یا سند حقانیت دین مقدس اسلام است و پیغمبر علیه السلام در میدان آمده میتونه، اما مخالفین آمده نمیتونه. این دلیل حقانیت یک نظام میده. پس از اینکه توسط مباهله این مردما در میدان حاضر نشد، معلوم شد که مردما در دلشان امی یقین پیدا شد که دین پیغمبر حق است. اگر ما در میدان برایم حتما ما هلاک و برباد میشیم. یک نوع تاثیر نظام اسلام در قلب ازیا پیدا شده. در اینجا الله تبارک و تعالی بیان میکنه که نظر به اینمی تاثیری که از طریق مباهله در قلوب اینمی مردم پیدا شده، از این فرصت استفاده شود و به این مردم دعوت داده شود. دوباره یکی از جمله پیشتازی ها یا کامیابی های دعوتگر است که او همیشه روحی مخاطب خود در نظر میگیره. هنگامی که توجه مخاطب پیدا میشه برای شنیدن کلام و سخن اینمی آدم دعوتگر، این دعوت خود شروع میکنه. تا وقتی که میفهمه که آدم حتی توجه به سخنم نمیکنه، این دعوت خود آغاز نمیکنه، چرا که او آماده برای شنیدن کلام تو نیست. از همون خاطر قرآن کریم یک درس دعوت بر ما میده. به مردم در مورد سخن گفته شود که او مردم سرش قناعت بکنه و هنگام سخن گفته شود که آماده شنیدن سخن تو باشه. از او خاطر یک نوع پذیرش یا تاثیر در ذهن امی مردم توسط مباهله پیدا شده بود. امی دستی الله تبارک و تعالی پیغمبر خدا امر کرد که اینی پیشنهاد برش بکو. یک موضوعی شد. دوم موضوع است یکی از جمله مهارت یا هوشیاری پیغمبر علیه السلام، خصوصا در میدانی که انسان دچار بسیار مشکلات شود و دست و پنجه را با تمام مردم نرم میکنی، اینجا ضرورت به یک نوع پشتیبانی ها وجود داره. پیغمبر علیه السلام سری تاکتیک هایی که نظر به اصطلاح امروزی و سری برنامه های خیلی سازنده و هوشیارانه پیغمبر علیه السلام که در زندگی جنگی خود انجام داده، دنیای امروز سرش تحقیق داره، دانشمندای امروز سرش بحث میکنه که پیغمبر علیه السلام چطور یک شخصی است. آیا پیغمبر علیه السلام تنها مثل امام مسجد واره تنها مسئله نماز میفهمه یا مسئله روزه را میفهمه، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میدان جنگ اول نمبر قماندان برجسته است که حتی تاکتیک و یا صورتهای پیروزی خود آنقدر دقیق بررسی میکنه که امروز امو مردمایی که تجربه خیلی زیاد داره در مورد جنگ، امو مردم نمیتونه امی قسم برنامه ها را پیریزی بکنه و مواجه به کامیابی شود. پیغمبر علیه السلام زمانی که در مدینه منوره رفت، در اونجا میدانست که مرکز تعالی را ضعیف است و ما در دو جبهه جنگ کرده نمیتونیم. یک طرف مخالفین ما مشرکین است، دیگر طرف اهل کتاب یهود در مدینه آباد است و یا خود در داخل مدینه موجود است. ما ریاستین است. اگر ما این مردم علیه خود تحریک بکنیم،
ما نمیتونیم در دو جبهه جنگ بکنیم، خصوصا او دشمنی که در داخل منطقه ما موجود است و از خانه و حالات ما خبر داره. اولین کاری که پیغمبر علیه السلام کرد، با یهود پیمان صلح را امضا کرد. یعنی ما امرای شما کار نداریم، شما امرای ما کاری نداشته باشی. این به این خاطر بود که مسلمان ها در حالت ضعف قرار داشتند، مرکزشان قوی نبود، نیرویشان خوب برجسته نشده بود. از همون خاطر از یک جبهه خود مطمئن کرد و کل نیروی خود متوجه جبهه خیلی قوی خود ساخت که او مسئله مشرکین بود. اینمی قسم آیا دشمن چه قسم آدم باید به امرای خود بکنه؟ بعضی اوقات اینطور امو زمان یا امو حالات ایجاب میکنه که تو باید دست به کسی دیگری بدی برای کمک کردن، برای مقابله. زمانی که مجاهدین افغانستان بعد از مداخله روسا در پاکستان مهاجر شدن، علی همه اسلحه و امکانات تنها ممالک اسلامی پوره کرده نمیتونست. دنیای دیگه هم در کمک کردن با مجاهدین سهیم شدن. اگر چوا هدف خود داشتن، میخواستن امی بلای بزرگ از روی زمین محو و از بین بره که آینده برایشان خطر باقی نباشه. شما خود صحنه را مشاهده کردی که امریکا کمک‌های خیلی زیاد امیطور فداکارانه را برای مجاهدین کرد و او برای دلسوزی مجاهدین یا آزادی افغانستان نبود، بلکه برای ازی که بلای بزرگی که در مانع رای ازی بود، مانع رای پیشرفت امریکا بود، به او خاطر بهترین چانس برایشان میسر شده بود که خون از افغانا میریزه، بیا سلا را ما بدم و دشمن خود به خود تباه میشه. او دشمنی که سالا برش آمادگی گرفته بود امریکا، توسط افغانا امو دشمن خود از پا در آورد. این کارا را میکنه. اما مجاهدین چطور میکنه؟ مجاهدین کسانی که قطعی در چند موارد نقطه مشترک داره، قطعی مردم از نقطه مشترک باید فایده بگیری. در مقابل دشمنی که از هر نگاه بری تو دشمن است، هیچ نقطه مشترک قطعی امرای تو نداره و یک کسی است که بسیار موارد نقطه مشترک امرای تو داره، تو باید از این نقطه های مشترک استفاده بکنی. پیغمبر علیه السلام از امو خاطر با مختلف مملکت ها خطا را روان کرد و در او خطا اینمی آیته: الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این آیت در خطای خود پیغمبر علیه السلام نوشته کرده. با مقوقس پادشاه مصر نوشته کرده که حاتب ابن بلتعه رضی الله عنه را برده و همچنان دحیه الکلبی رضی الله عنه نامه پیغمبر علیه السلام به قیصر روم برده و در کدامشان فقط یک مطلب پیغمبر علیه السلام نوشته کرده بود. یکی در ممالک نامه های پیغمبر علیه السلام به کدام حالت مواجه شد؟ امر جداگانه است که بعضی خیلی پاچاهای زیرک و هوشیار بودن، خط وقت میخوندن، بعد از او استفسار میکرد از امو آدمی که آمده بود خط آورده بود یا در بازار میگشت که آیا از مملکت عرب کسی در اینجا موجود است یا نه، تا از حالات پیغمبر علیه السلام جستجو بکنه، وضعیت دعوت پیغمبر معلومات بکنه. در این جمله امی قیصر روم مکمل پادشاه هوشیار بود. او وقتی که خط خواند، بعد از او در جستجوی ازی شد که در شهرش کدام عرب وجود داره یا نه. در اون زمان ابو سفیان که کلانترین دشمن در اسلام بود، در اون زمان در اونجا برای تجارت رفته بود. یک قافله عرب بود در اونجا. وقتی که قیصر روم او را طلب کرد، از حالات پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که از کدام نسب است. ابو سفیان دروغ گفته نمیتونست در اینجا. آیا آدم در بین مردم چی شهرت داره؟ این مکمل میگفت که از نسب خیلی علاست و خیلی امین است. بعد از او پر سوال کرد تابعین از این مردمای مالدار و اشراف است یعنی که مردمای غریب و بیچاره است؟ این برش گفت که غریب و بیچاره است. کدام امون نشانه هایی که پادشاه روم میخواست از ابو سفیان استفسار کرد؟ ابو سفیان همونطور بدون کم و کاست جواب داد. او گفت که بله، یمو پیغمبری است که در کتابای ما وعده از او داده شده. حالی دیگه ضرورت به است که ما امرای ازی موافقه بکنیم، نه مخالفت بکنیم. پادشاه حبشه را شما میبینی که او بالکل تسلیم شد، ایمان آورد و نه پیغمبر علیه السلام جنازه غایبانه از او را خواند و یک تعداد از مهاجرین ما را جا داد. یکی از جمله زرنگی بزرگی پیغمبر علیه السلام در میدان جهاد بود که عموم مجاهدین و مسلمانایی که زیر شکنجه کفار بود و را روان کرد در اونجا. از یک طرف حمایتی مسلمانای غریب و بیچاره شد، از طرف دیگه توسط اخلاق و دعوت ازیا اسلام در مناطق گسترش پیدا کرد و خود به خود مردم متوجه گپ شد که اسلام کدام دین است. یقینا این زرنگی و مهارت امروز دانشمندای اروپا هم تایید میکنه و در مورد
مهارت جنگی پیغمبر علیه السلام بررسی ها و کتابا نوشته کرده که پیغمبر کدام شخصیت بود. ای کاش که ما امروز عالمی که خود وارث پیغمبر میدانه، ما تنها طریقی یک جبهه را می داشتیم یاد می داشتیم، ما طریقی دعوت خوبتر یاد می داشتیم. یکی از جمله کاستی های ما در راه دعوت اینمیسته. اول ما درگیر با چندین جبهه هستیم، نه تنها که یک جبهه را برای خود باز کردیم، بلکه ده ها جبهه در مقابل ما باز شده، ولی نمیشه. قرآن است بیان میشه، مجبور هستیم. هر فرقی که در قرآن مورد رد قرار میگیره، ما مجبور هستیم که واضح بسازیم تا که مردم ما خوب واضح بشناسه که یقینا دشمن کیست و مانع ترقی و پیشرفت کیسته، این واضح شود. وگرنه پیغمبر علیه السلام در اوایل اسلام از این تاکتیکا کار گرفته بود و این نقطه مشترک است، خو لیکن در عین نقطه مشترک دعوتش خوب کوبیده میشه، هم یهود، هم نصارا و هم مشرکین عرب. این دعوتی است که از یک طرف نقطه مشترک شمرده میشه، اما از طریق دیگه یک رد صریح بالای این مردم است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا اهل الكتاب، یا اهل کتاب تعالوا، یا اهل الكتاب، شما صاحب کتاب هستی، از شما گله میشه. شما اگر رای مخالفت در پیش میگیری و نمیپذیری دعوت مرا، از شما گله میشه. چرا؟ در مورد دعوت ما شما آشنایی داری، چرا؟ صاحب کتاب هستی و در کتابایتان در مورد دعوت ما مکمل معلومات داده شده، در مورد صفات ما برای شما در کتابایتان بیان شده، در مورد حقانیت نظام ما در کتابای شما یک نص نیست بلکه نصوص موجود است. چی باعث است که شما رای مخالفت در پیش گرفته؟ قرآن کریم هر طایفه را به مو نقطه آواز میده که اون نقطه خیلی مؤثر تمام میشه. به مؤمن آواز میده یا ایها الذین آمنو، ای مؤمن، ایمان تقاضا میکنه که توی کار نکن. ایمان تو، اما چیزی که تو دعوا داری و در وجود تو هست، اگر واقعا است او تقاضا میکنه که دزدی نکو، غیبت نکو. به این خطاب میکنه. به اهل کتاب میگه شما صاحب کتاب هستی، یک دفعه رجوع بکنی، برای جستجوی حق در کتابتان رجوع بکنی، بعد از انتقاد یا طعن یا خورده سر نظام ما بگیره. اینجا برش میگه تعالوا، بیایید. تعالوا او کلمه است که در جای گفته میشه که کسی پایین باشه بالا طلب میکنیشه. منظور است که شما خیلی با مفکوری خیلی پست و خیلی پایین قرار داره. کدام مفکوری که شما داری خیلی پایین است، چرا پایین نباشه؟ کسی که مخلوق معبود بدانه، کسی که مخلوق حاجت روا بدانه، کسی که مفکوریشی باشه که عیسی علیه السلام معبود است، نعوذ بالله، این بسیار مفکوری پست است. از او خاطر دین اسلام برای ازیاب میگه که بالا بیایه، یعنی به اون مفکوره عالی بیایه که در اونجا عبادت یک الله میشه، مخلوق پرستی در اونجا نیست. ببینی این کلمه برای ازیا استعمال میشه، تعالوا الی کلمت، بس یک کلمه سواء بیننا و بینکم، که او برابر است در بین ما و در بین شما. در هیچ کدام ما نزاع نداریم. و کدام نقطه است و کدام کلمه است؟ الله نعبد الا الله، که عبادت نکنیم بجز از الله هیچ کسی دیگری را، هیچ کسی دیگری را عبادت نکنیم. شما هم دعوای توحید داری، خو لیکن توحید چی را میگه؟ توحید تنهایی را نیست که بگوییم که الله یکی است. ما بعد در عمل قطع الله کسی را شریک نسازیم. اما قسم که عقیده داری در زبان میگی، در عمل هم کسی را بمرای الله در نظام شریک نساز، در صفات شریک نساز. و از او خاطر میگه ولا نشرک به شیئا، کلمه دو جز داره، توحید دو جز داره. تنها به این تمام نمیشه که معبودی ما الله است. مسلمان ها کلگی میگه که الله ما کیسته؟ الله ما الله است، معبودی ما الله است. اما در مقابل ولا نشرک به شیئا، این مفقود است و گم است. اونجا مفقود بود. ما هیچ چیزی را به امر الله شریک نمی کنیم، نه پیغمبر، نه ملک، نه ولی را، و نه انس، نه جن، شیئا، هیچ چیزی را. اما شما عیسی علیه السلام شریک با کی میدانه؟ الله. عزیر علیه السلام شریک با کی میدانه؟ الله. مشرکین مکه خب ملائکه را شریک با کی میدانه؟ با الله تبارک و تعالی میدانه. اینجاست نقطه مشترک است که هم دعوا داره که ما موحدین هستیم، عقیده به الله داریم و مسلمان ها. لیکن اینجا است که ولا نشرک به شیئا در بین ازوا موجود نیست. امی شرک کدام رقم شرک است؟ خود قرآن میگه ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، نگیره بعضی ما بعضی دیگرها را رب جور نکنه که برش بگویه ای حلال بگویه حلال، که بگویه حرام حرام. کمری دختر اگر پیر صاحب بسته کرد که دیگه نکاح نمیتونه، بس دیگه نکاح نمیتونه.
این طوری فرمان الله میده. یک چیز حلال حرام ساختن این کاری الله است. پیغمبرم حلال حرام ساختن نمیتونه، حرام حلال ساختن نمیتونه، حلال حرام ساختن نمیتونه. پیغمبر بیان کننده تحلیل و تحریمی کیست؟ الله تبارک و تعالی است. لیکن علمای یهود وقتی که میگفتن این چیز حرام، بس دیگه مردم میگفت حرام بدون از اینکه مراجعه بکنه که الله حرام کرده یا نه. اگر علما میگفت حلال، بس حلال بود. عدی ابن حاتم رضی الله عنه صحابی جلیل القدر است، اول نصرانی بود، اسلام آورده بود. زمانی که پیش پیغمبر علیه السلام آمد، امی صلیب گردنش بود. پیغمبر علیه السلام برش گفت القی وثنک، دور بندازی این بت، این بت است، ای که تو در گردن آویزان کرده ای تعظیم ازیره میکنی، اینمی بت است، اینی نمایندگی پرستش میکنه. او طرف انداخت. باز با پیغمبر علیه السلام پیش میکنه که ای پیغمبر الله، ما در قرآن میخوانیم در مورد نصارا میگه که ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ما شما دعوت داده که ما بعضی دیگه خدا رب جور نکنیم. ما خود کسی رب جور نکردیم، سجده برای کسی نکردیم، عبادت کسی را نکردیم. پیغمبر علیه السلام برش گفت که چرا؟ علما، دانشمندا، پیر صاحبایتان همینطور نبود؟ اگر کدام چیز میگفت که حلال است، شما عقیده حلال میکردی یا نه؟ بدون از مدرک و دلیل و سند. از خود میگفتن حرام، بس که میگفت حرام حرام، میگفتی حلال حلال. گفت بله یا رسول الله، این گپ بوده. سعی کنید نه تنها عیسی علیه السلام یا پرستش میکردن که ابن الله میگفتن، بلکه دانشمندایشان که میگفتن برشان این چیز حلال است، بس دیگه حلال است. امروز نمونه ازی یا مثال ازی در کجا پیدا میشه؟ ملا صاحب ما را میگه در ترجمه رو که گمراه میشه، دلیل برای ما نمیگه، فقط بس ملا صاحب برام گفته. ملا صاحب گفته خود دلیل پیش کنه، چطور در ترجمه قرآن بری و گمراه شوی؟ پیر صاحب برام گفته که در ترجمه نرو که گمراه میشی. این میره میگه این دو تعبیر داره. یک تعبیر است که سری تو فرض بود، حلال خود چی میکنی؟ فرض بود که در مجلس قرآن و درس قرآن شریک شوی، لیکن به گفته از او تو حال شریک شدن در مجلس قرآن چی میدانی؟ حرام میدانی. شرکت خود بالکل ناروا میدانی، ناجایز میدانی. سعی که امر جایز و فرض تو حال ناجایز میدانی. به گفته کی؟ به گفته مولا صاحب، به گفته پیر صاحب. این میره رب جور کردن است. یک تعبیر است، خب گوش نواز کنی، خب خدا بفهمانی در این مطالب. یک تعبیر دیگه فرمان روای مطلق، فرمان روای مطلق، بی چون چرا سخن کسی را پذیرفتن غیر از الله از کسی دیگه پذیرفته نمیشه. از پیغمبر که میپذیریم به خاطر میپذیریم که الله ما را امر کرده که اطیعوا الرسول. اگر الله امر نمیکرد پیغمبر قابل اتباع نبود. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 سال در مکه مکرمه زندگی داره، لیکن نه گفتارش نه کردارش قابل اتباع است. هیچ. زمانی که فرمان الله تبارک و تعالی میرسه، در او وقت تو مکلف هستی که باید تابعداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکنی. اما امروز فرمان رواهای مطلق و کسانی که گپش بیچون و چرا پذیرفته میشه چقدر مردم است. پیر صاحب برات گفته 50 روز تلاوت قرآن نکو که قلبت صفا شود. 50 روز تو 50 روز تلاوت قرآن نمی کنی، بیچون و چرا گپش میپذیری؟ فرمان روای مطلق خدا جور کرده. دختر جوان 14 ساله تا میگه بیار برای من به نکاح بده، خودش هم 60 ساله است دیگه، خدا شور داده نمیتونی. دختر چیغ میزنه، مادرش چیغ میزنه که اورش سفید، این دختر جوان. نه، پیر صاحب گفته دیگه است، از گپ پیر برآمدن قطعا امکان نداره. اونجا حدیثی صریح پیغمبر، چقدر اگر این حدیث نمی بود چقدر بدبختی ها پیدا میشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در کدام جایی که نافرمانی الله میآید در اونجا اطاعت برای مخلوق نیست. عام از مخلوق، پدر باشه، مادر باشه، استاد باشه، هر کسی که باشه، عالم باشه، پیر باشه، در کدام جایی که نافرمانی الله میآید اونجا اطاعت مخلوق نیست. چطور شده میتونه بهترین ذکر تلاوت قرآن ما برای 50 روز ترک بکنم به این خاطر که با ذکر قلبم صفا شود توسط ذکر خود ساخته پیری گمراه. کلام الله تبارک و تعالی قلب تصفیه کرده نمیتونه و یک گپی خود ساخته پیری گمراه قلب آدم تصفیه میکنه. بله، فرق است بین ازی. کلام الله نور است، این در وجود انسان که داخل شود آلی شبهات، شکوکات، مزخرفات، بدعات، شرکات مکمل همینطور زدوده میشه، از بین میره. لیکن مخزبلات امی پیرا
او که در قلبت میاد دیگه هم تو را جذب کرده طرفی نعوذ بالله گمراهی ها میشه. گپای خود ساختی از وست همینطور نیست، برش نمیگم. شما شاهد این گپ باشه. پیش خودم اقرار کرده که مرا جناب پیر صاحب گفت که قلبت حرکت نمیکنه، از او خاطر تو قاریستی 50 روز تلاوت قرآن ترک بکو به خاطر که قلب در حرکت بیا. این قلب چه رقم در حرکت میاد؟ این کدام طریقه است؟ در کدام حدیث پیغمبر ثابت است که قلبا شور بخوره؟ این کدام طریقه است؟ در کدام حدیث پیغمبر آمده؟ مردم ها را فریب داده رویسته، اما مردم هم بیچاره چون دین نمیفهم، عاشق دین است، دیگه کس نبود ترجمه قرآن. عوام ملامت نمیکنیم در کابل. اگر در دامن یک گمراه افتاده، اگر در دامن دیگه گمراه افتاده، اگر در دامن کمونیست افتاده، اگر در دامن پیر گمراه افتاده، ما مردم ملامت نمیکنیم. چرا؟ اونمو مردم پیر و مردم متدین میدانستند. دین دیگه جای نبود، عالم نبود که کتاب الله را ترجمه کنه، عالم نبود که حدیث پیغمبر بیان کنه. مردم مجبور بود که اونجا میرفت، مجبور بود اونمو را میپذیرفت. هر کاری که میکرد خودش یک جماعت نمیکرد. آخرم نتیجهش میبرامد که برو از روزه معاف شدی، تو کجا رسیدی؟ حالی دیگه زن و مرد اگر کسی بیگانه قطعی زنید بود خیر است، برادر هستی. این گپا میشه، گپایی که بالکل عقل سلیم ایره قبول نداره، ایره سرت اجرا میکرد، تو نمیفهمیدی. چطور است؟ امروز رب گرفتن نیسته. ما خیر بعضی دوستای ما همیشه که یک روز میاد در ترجمه قرآن میشینه و از اول همینطور فکر میکنه که من باید در مقابل از یک نقطه را پیدا کنم. باز میگم موریسی بی خود دشانی کیست؟ نصارا. تو چسباندی دشانی ملا پیرا چسباندی. قرآن خود کتاب الله است، کتاب قدیم است. تا روز قیامت در هر تاریخ در هر قوم که اینمی قسم مردم پیدا میشه که در مقابل فرمان الله فرمان دیگه کس ترجمه میده. حلال الله را حرام میگه، حرام الله را حلال میگه. در این آیت چی است؟ داخل است، مشرک است، این شرک است. چرا الله و را مشرک میگه به این گپ؟ ما مشرک نیستیم. ما چی امتیاز داریم که مشرک نشیم؟ موریس مصطفی وقتی که تقریر میکنه براتون تشریح شرک میگه او خوب است. او اول میگه که عیسی علیه السلام خو پیغمبر بود، توسط از او دستی از او خو مردم زنده میشد به اذن الله، شکل پرنده را خو میدمید به اذن الله اون پرنده جور میشد، مردم به چشم سر میدید. لیکن امیال امو مردمی که عیسی علیه السلام آواز میده، مشکل کشا میدانه، حاجت روا میدانه، چیست؟ مشرک است. و عمل مردم چی میگه؟ شرک. ما تو که در ابوبکر و عمر و عثمان و علی صدا کنیم، در فاطمه و در حسین صدا کنیم، در سخی و در شیخ عبدالقادر جیلانی صدا کنیم، ما تو مشرک شده نمیتونیم؟ عجیب نیست؟ در حالی که هیچ چیزی از یارا ندیده ایم که در مرتبه کی باشه؟ عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم است، یا خود او مرتبه هم نیستن. چطور وقتی او مردم با او مرتبه پیغمبره اگر مشکل کشا و حاجت روا بدانه، قرآن برش مشرک میگه، خود تو کی؟ این شخصیت های بزرگ خود بگذار. اون ملنگایی که بیخی واد جمله مجانین میرفت، دیوانا که واد زیر قلم مکلف هم نیستن، جای خوی از او را مردم پرستش میکنه، تبرک میکنه، چناری از او را، چشمی از او را مردم عبادت میکنه. خدایا